دیدین یه چیزی رو میبینین که خیلی دوره از شما، مثل یه کوهی که کیلومترها دورتر از ماست. یه حاله ای از آبی داره. به این میگن در نقاشی آبی دوردست. همه چی از شنیدن اتفاقی این صحبت‌ها در برنامه کتاب باز شروع شد. همه چی از جایی شروع شد که من بعد از شنیدن این اپیزود رفتم سراغ کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن. دنیا در کرانه‌ها و اعماقش آبی است. این آبی همان نور گم شده است. نور در انتهای طیف آبیش تمام مسیر از خورشید تا زمین را طی نمی‌کند. در میان مولکول‌های هوا می‌پاشد. در آب به هر سو پخش می‌شود. آب بیرنگ است. آب کم عمق رنگ چیزی را می‌گیرد که زیرش باشد. اما آب عمیق پر است از این نور پراکنده. هرچه آب خالص‌تر، آبی پررنگ‌تر. آسمان هم به همین دلیل آبی است. اما آبی افق، آبی خطه‌ای که انگار با آسمان در می‌آمیزد، آبی تیره‌تر، رؤیایی‌تر و ماتم زده است. آبی دورترین جایی که به چشم می‌بینی، آبی دوردست. نوری که به ما نمی‌رسد، نوری که کل مسیر را نمی‌پیماید و نوری که گم می‌شود، زیبایی جهان را به ما عرضه می‌کند. همان جهانی که بیشترش به رنگ آبی است. سالهای سال شیفته آبی دورترین کرانه چیزهای چشم رس بودم. رنگ آفاق، رشته کوههای دور و هر چیز دوردست. آبی دوردست رنگ یک حس است. رنگ تنهایی و رنگ حسرت. رنگ آنجایی که از اینجا پیداست. رنگ جایی که خودت آنجا نیستی و رنگ جایی که هیچ وقت نمیتوانی بروی. چون این آبی کیلومترها دورتر بر لبه افق ننشسته، بلکه در فاصله بین تو و آن کوه است. آبی رنگ حسرت دوردست‌هایی است که هیچ وقت به آن نمی‌رسی. حسرت دنیای آبی. می‌توانی به دوردست نگاه کنی و نخواهی نزدیکتر بیاوریش. می‌توانی همانطور که زیبایی آن آبی تصاحب ناشدنی را از آن خود می‌کنی، حسرتت را هم از آن خود کنی. چون چیزی از این حسرت مثل آبی دوردست با حصول و رسیدن فروکش نمی‌کند. فقط جابجا می‌شود. درست مثل کوه‌هایی که وقتی بهشان می‌رسی دیگر آبی نیستند و رنگ آبی دوردست دیگری را در بر گرفته. رمز زیباتر بودن تراژدی از کمدی و اینکه چرا از حزن برخی آهنگ‌ها و قصه‌ها حظ وافر می‌بریم در همین است. چیزی همیشه در دوردست است. خب، این چند تا پاراگراف جستاری از آبی دوردست برگرفته از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولمیت هست که خوندم. آبی دوردست تمام سالهایی رو توی حافظم زنده کرد که برای به دست آوردن چیزی تلاش می‌کردم که آرزوی داشتنش ثانیه به ثانیه با من بود. سالها گذشت و سالها تلاش کردم. در نهایت یک روز بدون اینکه به دست آورده باشمش، در اوج دوست داشتن برای همیشه رهاش کردم. همیشه تصور می‌کردم رسیدن و به دست آوردن نهایت اتفاق خوب هر آرزو و خواسته‌ای میتونه باشه. به خودم نگاه کردم. من دیگه اون آدمی که سالها پیش قدم توی مسیر به دست آوردن آرزوش گذاشته بود نبودم. انگار تو زندگیم چند سالی رو میانبر زده بودم. انگار این مسیر تمام روح من رو سنباده کشیده بود. صیقل داده بود. و حالا چیزی که باعث شد قدم توی اون مسیر بذارم
از دست رفت. توی اون سالها خیال میکردم اگه یک روزی نتونم به دست بیارمش، زندگی تموم میشه و فرو میپاشم. اما صبح روز بعد از دست رفتنش از خواب بیدار شدم، کنار پنجره رفتم، پرده ها رو کنار زدم، به آسمون خیره شدم و هنوز زنده بودم. هنوز نفس میکشیدم. زخم قلبم رو حس میکردم. خیلی عجیب بود. خیلی عجیب بود که میتونستم درد زیاد از دست دادنش رو عمیقاً حس کنم ولی نمرده باشم. انگار هنوز میتونستم ادامه بدم. اونجا تازه فهمیده بودم مقصد اصلی من داشتن اون نبود. فهمیدم چیزی که تمام اون سالها میخواستم رسیدن به اون نبود. من مسیر رو درست رفته بودم و چیزی که مهم بود مسیر بود. انگار اون آرزو فقط یک وسیله، یک واسطه برای میان بر زدن من توی زندگی بود. برای گم شدن ها و پیدا شدن ها و برای فهمیدن معنای زندگی. توی اون سالها، توی اون مسیر بارها گم شدم. بارها حس می‌کردم زندگی داره ناخالصی های من رو الک میکنه تا در نهایت خودم رو پیدا کنم و خالص‌تر زندگی کنم. اون آرزو آبی دور دست زندگی من بود. آبی که من شیفتش شده بودم و دور بود. خیلی دور بود. و من برای نزدیکتر شدن بهش تلاش میکردم و اگه بهش میرسیدم دیگه اون آبی وجود نداشت. اون آبی فاصله بین من و اون آرزو بود. آرزوها جاییه که آبی دوردست به گستاخانه ترین و صریح ترین شکل ممکن باید خودش رو نشون بده. ما از خیال حرف میزنیم، از چیزی که دوره و آبی دوردست قرار رنگ اصلی رویاها و آرزوها باشه. چقدر راه رفتی؟ چقدر پرسه زدی؟ چند بار گم شدی؟ شاید هیچ وقت نرسیم، ولی باید به سمتش بریم. جستجوی آبی دوردست شبیه سود زدن در تاریکیه. شاید کسی برای نجات ما نیاد، ولی چه کار دیگه‌ای غیر از سود زدن میشه کرد؟ غیر از اینکه همه تلاشمون رو بکنیم. خیلی ها پیدا نشدن و خیلی ها چیزهای عجیبی پیدا کردن. این مسیرهای گم شدن لزوماً پیدا شدن درش نیست. باید پی اینو به تنت بمالی اگر میخوای که گم بشی. اگه پیدا نشی هم راهی رو رفتی و لذتی رو بردی که با هیچی قابل مقایسه نیست. گم شدن گاهی به معنای اینه که گاردمون رو نسبت به جهان بیرون باز کنیم و اجازه تجربه بلافاصله و بدون فیلتر جهان رو به خودمون بدیم تا گم نشیم چیزی رو پیدا نمی کنیم. وقتی دوره آبی دور دست وجود داره، یعنی اون فاصله میون ما و اون امر اصطلاحی، اون چیز مطلقی که دنبالشیم تا پیداش کنیم، خودش بخشی از لذت ماجراست. یعنی وقتی میری جلو، اون کوه دیگه آبی نیست، آبی دور دست نیست. توی هنر کینتسوگی هر چیزی که ترک برمی‌داره از همونجا نور واردش میشه. بعضی از آدم‌ها میرن تو دل مسیر آبی دوردست، قدم برمی‌دارن، ترک برمی‌دارن، ولی وقتی برمیگردن دیگه اون آدم قبل نیستن. هر آرزو میتونه آبی دوردست زندگی کسی باشه. آرزویی به رنگ آبی ماتم زده و درآمیخته با حسرت که میشه بهش به چشم یک فرصت نگاه کرد. یک فرصت برای میان بر زدن توی زندگی، برای گم شدن و از نو پیدا شدن.